برای دریافت جایزه شهروندی افتخاری دلیر امامعلی و برای سپردن این جایزه برای به صحنه دعوت می‌کنیم استاد بیشتر ژورنالیستان رجب میرزا. Вы живы, здоровы, я рада. Вчера с эскалатором, с кем-то вы там ругались. اگر برای دلیر اونم دعوت میکردم میبرم برای سپردن این جایزه. همین عنوانی که دارن شهروندی سال، من میخوام از همین شروع کنم. بسیار یک چیزی خیلی با مسئولیت است، مخصوصا در زمانی ما که ما یک نوع رو هفتادگی میکنیم، یک نوع میبینیم که خیلی از مردمان ما میخواهند تاجیکستان ترک کنند و به شهروندانی پاتریوتی تاجیکستان دادن عنوان شهروندی سال، این مسئولیت بی‌نهایت بلند است و مسئولیت آنهایی را هم که این عنوان صاحب شدن خیلی بلند. من همه آنهایی را که قبلا گرفتم مبارکباد میگیرم و با آنهایی که بعدا میگیرم گفتنی هستم که این مسئولیت رو اگر خطا نکنم این اولین است، نه؟ این شما که همین گونه مسئولیتی مثلا هم اولین بودن و همین مسئولیتی از این به عهده داشتن رو دارید، باید واقعا هم این مسئولیت رو احساس کنید و احساس کنید که مثلا شهروندی تاجیکستان بودن چی افتخار دارد. مبارک باشید به همه. تشکر. برای من حق استادی زیاد دارم، میخوام با 3 نفر همیشه سپاس بگم. از این عنوان جایزه زیاد گرفتم. با استادی که در سمت تئاتر برای من درس دادن، استاد قربان صالح هنرمند مردمی تاجیکستان. با استادی که در سمت سینما برای من خدمت کردن، رئیس اتفاق سینماگرای تاجیکستان استاد سفر مقدادوف و با استاد ژورنالیستی که من استاد رجب میرزا. تشکر. میگم صلح خدا آرامش در دنیا و در تاجیکستان. تشکر زیاد، مبارک باشد به هم. و دوستان عزیز تشکر که ایستادید. واقعا هم خیلی شدم که یادم نفر نرفت. هرچند که این نفر شهروندی کشور ما اگر گفت در خیلی حساس در اولهای آغاز پاندمی برای مردم کشور